پیامبر عزیزمان صلی الله علیه وسلم هر آنچه را که از سوی الله می آمد خیر و نیک می دانست. چند روز پس از وفات عمویش یعنی کاکایش همسر بسیار عزیزش خدیجه نیز بیمار شد. انگار وقت وداع او هم فرا رسیده بود. خدیجه آن مادر خوشقلب، سالها نزدیکترین یار و مونس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هرگز او را ناراحت و آزرده نکرده بود و او را بسیار دوست داشت. اولین کسی بود که به دین او ایمان آورد و در این راه مال و جان و همه چیزش را با اخلاص گذاشته بود. 6 فرزند پیامبر ما صلی الله علیه و سلم داشت. چند فرزند؟ 6 فرزند. همه شما میفهمید که 6 فرزند کی بود نه؟ آنها را به زیبایی تمام تربیت کرد. همیشه کنار پیامبرمان صلی الله علیه و سلم بود و سختی های بسیار کشید، در حالی که زن ثروتمندی بود و همسر عزیزش گرسنگی، تشنگی، سختی و فقر را تجربه کرد. با وجودی که یک زن بسیار ثروتمند بود، خدیجه کبرا تجار بود قبل از اینکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج بکنه و بعد از او هم که ازدواج کردن زندگی خوبی داشت، اما باز هم با پیامبرمان صلی الله علیه و سلم گرسنگی، تشنگی ها، فقر و ناداری ها را تجربه کردند. حضرت خدیجه حتی در بستر بیماری هم به همسر عزیزش فکر میکرد. جدایی از او سخت بود. با وجودی که در بستر بیماری بود، به فکر این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا تنها میمونه. حامیش بود حضرت بیبی خدیجه. اما مرگ سراغ هر انسانی خواهد آمد. 26 سال زندگی مشترک و شادمانه با پیامبرمان صلی الله علیه و سلم داشت. چند سال؟ 26. فراموش نشه ارقام ها. 26 سال بود که بیبی خدیجه کبرا با پیامبرمان صلی الله علیه و سلم زندگی مشترک داشتند. خیلی چیزها از او آموخته بود. زندگی و مرگ را با پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشت. یک روز الله به وسیله فرشته به او سلام رساند. خبر داد که در بهشت برای او قصری از مروارید آماده کرده اند. سبحان الله. یک روز فرشته آمد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که به بیبی خدیجه کبرا سلام بگو. الله برای او سلام گفته. الله به بیبی خدیجه کبرا سلام گفته و برای او قصری در بهشت از چی ساخته شده؟ از مروارید. حضرت خدیجه از این سلام زیبا بسیار خوشنود شده بود. شما فکر بکنید که الله به کسی سلام بگوید، چقدر خوشبخت بودنی؟ بسیار می خوشنود بود از این گپ. غرق در صبر و ایمان به بهشت برکشید. از دنیا رحلت نبوده. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم همسر عزیزش را از دست داد. گرچه خیلی سخت بود، اما باید طاقت می آورد. باز هم مواظب به صبر و ایمان بود. غمش را در سینه دفن می‌کرد و به فرزندانش عشق می‌ورزید. با دستان خودش حضرت خدیجه را به خاک سپرد و او هم مثل همه انسان‌ها درد می‌کشید و رنج می‌برد. اشک از چشمانش سرازیر بود. مدت طولانی به مزار همسر عزیزش نگاه کرد، برایش دعا کرد و با قلب لبریز از صبر به خانه بازگشت. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم عموی محبوب و خدیجه بسیار عزیزش را یکی پس از دیگری از دست داد. آن سال را عام الحزن یعنی سال غم و اندوه نامیدند.